I'm gonna say what I'm gonna say in Persian too. به فارسی هم خواهم گفت. Listen to me. The people who are opposing the Islamic Republic of Iran in that country, I have something to tell you. How come it's okay for you to ask for the United States and the West to intervene and rescue you from the clutches of the Islamic Republic of Iran, but it's not okay for the people of Palestine to ask for Iranian help? How do you justify that? Something to think about, huh? Think about it. See if you can come up with a justification for that. And in Persian, دوستای عزیزی که مخالف جمهوری اسلامی هستین، چطوری شما میتونین اینو مورد تایید قرار بدین که آمریکا اوکی باشه که بیاد به ایران حمله کنه و شما رو از چنگال جمهوری اسلامی نجات بده، ولی اوکی نیستش که جمهوری اسلامی به نجات مردم فلسطین بیاد؟ چطوری میتونین اینو مورد تایید قرار بدین؟ چطوری میتونین اینو مورد نظر خودتون قرار بدین؟ چطوری میتونین تاییدش کنین؟ قابل تایید نیست به هیچ وجه. تنها چیزی که میمونه که میتونه مورد بحث قرار بگیره مسئله سکشوال فریدم، مسئله آزادی جنسیه که در ایران هنوز نسبتاً مورد ضرب و شتم قرار میگیرن کسایی که شاید من نمیدونم دقیقاً چه حال روزگاری دارن دخترای ایرانی الان، ولی زمانی که من بودم مثلا اگه روسری اینجا بود it wasn't okay، اوکی نبود، ولی الان میگن اصلا بدون روسری هم it's okay، مو میتونه بیرون باشه کامل، میگن من شنیدم، اینطوری شنیدم. ولی مسئله اون نیست، مسئله سکشوال فریدمه، مسئله اینه که بتونین آزادی جنسی داشته باشین. مسئله اینه، بانوان ایرانی و آقایون ایرانی اینو میخوان هستن که ببینیم میشه یا نمیشه. پس مسئله اسرائیل فوتینا، رفت به کارش. The Israeli issue gone. It's not an issue anymore. Take care of yourselves. Bye-bye.